هر شیعه و برام که داری برای عالم و آدم تعیین تکلیف میکنی و همه رو مسخره میکنی و جنسیت همه رو میگی. الان اومدم بالای کو، جنسیت من چیه؟ معلومه مرد. چه سوالی بود؟ شیرمرد. چه سوالی بود؟ یوز پلنگ مرد. چه میشه گفت؟ اژدها مرد. ما بدبختیم. خردور مرد. ما حیوانیم. توانا مرد. بیا پایین تو فقط. ما میشه بیا پایین. ما گو بکنیم جنسیت داری تو تعیین بکنی. تو بیا پایین. نرو. چرا مال بردی اونجا؟ چرا مال بردی اونجا؟ من اومدم اینجا، جنسیت من چیه؟ دوما اگه میگی خیلی مردی و نمیدونم از این حرفا، خود جرأتشو داری با من بیا اینجا. آج میلاد کی گفته ما مردیم؟ ما تو چه رسانه‌ای اعلام کردیم مردیم؟ بکنیم بیایم اونجا. مگه جان ما سی شدیم ونشیم بیایم اونجا؟ ما اگه مردم باشیم بیایم اونجا، مردانگی ما رو دست بدیم، بعد باید بریم دنبالش بگردیم. خوشت میاد ما در به در دنبال مردانگی ما تو کو بگردیم؟ همه تصویرها از پشت شروع بشه، مردانگی کو؟ چرا یه با ما چه ما خواستیم با ما بری چه بردی و بالا؟ میلاد میامدی خانه داشت میره، چه رفتی تو کو؟ جرأتشو داری بیا اینجا. یه اتوبان پیدا کردم که نمیدونم چی اسمشو بذارم. دیدی چجور قدم زد اونجا برای خودش؟ با دمپای لاانگشتی تو خیابان تو اینجوری تسلط داری رو من تو من کف خانه نمیتونم اونجوری راه برم. بعد دیدی چه گفت؟ انقدی انگشتام خورده به لبه مبل اینا همشون شکستن، نمیتونم تو خانه راه برم. دیدی راحت گفت یه اتوبان پیدا کردم نمیدونم اسمشو چی بذارم. او اتوبانه؟ او قتلگاهه. او اتوب میدانی اگر اونجا بیفتی پایین چه میشه؟ نه تو چیزی نمیشه البته. یادم نبود میلاد اتفاق درش نمیاد. نه تو داره. آره تو هیچ چیزی نمیشه. برو درد خدا با همراهت. مال نبر. اینجا رو چی اسمش بذارم؟ جدیده. ها؟ بابا ای آی نمیتونه اونجایی که تو رفتی شبیه سازی بکنه. آخه به چت جی پی تی دادم گفتم اسم اینجا چی بذارم، گفت ری تو خودش چت جی پی تی. بیا پایین. بیا پایین حرف بزن. تو به خدا حرف بزن. دستم به دامنت بیا پایین. بیا پایین.